گفتم که مرا علم لدنی هوس است، تعلیمم کن اگر تو را دسترس است. گفتم که الف، گفت نگاهش می‌دار، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. عرفان و اساس درک عرفان در یک جمله خلاصه می شود: خود را بشناس تا حقیقت را بشناسی. من عرف نفسه فقط عرف ربه. و اساس حقیقت در 7 وادی پنهان است و رهرو این طریقت، رهرو این راه سالک نامیده می شود که باید از 7 وادی بگذرد و این 7 وادی طی شود تا به حقیقت ناب عرفان برسد. طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا. سالک کسی است که پا در راه می‌گذارد و عارف کسی است که راه را یافته و در وادی طلب یعنی خواستن پا می‌گذارد. خواسته همه مردمانی که طالب حقیقتند عشق است. ظاهر و باطن و تمام اساس کائنات بر مدار عشق استوار است. استاد کائنات که این کارخانه ساخت، مقصودش عشق بود، جهان را بهانه ساخت. انسان در پرورش محبت در قلب خویش مختار است. قلب کاروانسرایی است که هر کس میتواند در آن منزل بیفکند و اگر عشق در آن منزل گذاشت تمام مسائل عالم حل می شود و اگر هر کس عارف بود و عشق را شناخت و به سرمنزل عشق رسید تمام کائنات را در سیطره کار خود خواهد داشت. انسان باید تلخی‌های وجود خیش را به شیرینی بدل کند. همانند بوته خار که تیغ می‌خورد تا انگبین شیرین از آن بیرون آید، درونش را باید با قبول سختی‌های راه به معنای طلب و پا در راه گذاشتن متحمل شود تا به سرمنزل مقصود برسد. انسان باید انگبین وجود خود را دریابد و استخراج کند، با تیغ زهد و شناخت تلخی وجود خود را بشکافد و شیرینی خود را بچشد و آن را به دیگران بچشاند. عرفان معنی و معانی جز عشق، عاشق بودن و عاشق دیگران بودن و عاشق به معنای مطلق معنی دیگری ندارد. از محبت مار موری می شود، از محبت دیو حوری می شود، از محبت مرده زنده می شود و از محبت خواجه بنده می شود. سالک به نیروی ایمان به انسانیت، ایمان به عشق و ایمان به حقیقت می تواند خود را به سرمنزل مقصود برساند. عشق را که در دل راه دهد بقیه صفات نفس از دل سالک بیرون خواهد رفت و
به سرمنزل مقصود خواهد رسید. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته دارد. کسانی که عشق را بشناسند و میشناسند باید بدانند که در این دنیا غریبند، زیرا دنیا پرستان آن مزایایی را که برای خود قائلند هرگز برای عاشقان قائل نخواهند بود. و باید بدانند که وقتی که عشق را شناختند دیگر هیچ نخواهند و فراسوی دنیا و دنیا پرستان به عشق ازلی و عشق فراگیر که عشق به بشر و به کائنات است خواهند رسید و از این انگبین شیرین به همه خواهند چشاند. عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست، تا کرد مرا تهی و پر کرد از دوست. اجزای وجودم همگی دوست گرفت، نامیست ز من بر من و باقی همه اوست. هفت وادی پیمودن راه عشق. در مرحله اول طلب به معنای خواستن است و خواستن به معنای توانستن. ادعونی استجب لکم، اگر خواستی حتما به آن میرسی. مرحله دوم عشق است که از عشق زمینی انسان از عشق زمینی به عشق آسمانی میرسد، به معنای آنکه دل خود را از همه صفات نفسانی پاک می کند و عاشق بر همه عالم می شود و بر همه مردم می شود و عشق فراگیر خود را نثار عالم و آدمیان می کند. در مرحله سوم مرحله معرفت یا آگاهی، عشق را که تجربه کرد به آگاهی می رسد و این آگاهی برای انسان با کشف و شهود همراه خواهد بود. مرحله چهارم استغنا به معنای بی نیاز شدن است. بی نیاز از همه عالم و نیازمند به عشق. همه چیز در پرتو عشق زیبا می شود و جنبه حقیقت پیدا می کند. در مرحله پنجم به وحدانیت می رسد، به وحدت وجود می رسد و همه چیز را از دریچه عشق یکسان می بیند و منافع خود را کنار می گذارد و به منافع جمع و به منافع آدمیان و عالمیان می رسد، آنچه که بشر امروز در جستجوی آن است و آن را به دست نمی آورد. در مرحله ششم از تمام دستاوردهای خود به عجب می آید و وادی حیرت را تجربه می کند، زیرا وادی حیرت وادی سرگردانی است که دستاوردهای خود را می بیند و به زیر سؤال می برد و شاید جواب سؤالهای خود را نمی داند. و در مرحله آخر از آن چه داشته و دارد دست می کشد و چون ققنوس خاکستر می شود و باز از خاکستر خود زنده و جاوید سر بلند می کند و این مرحله فنا از بین رفتن و بقا زندگی جاویدان یافتن است. به عبارت بسیار ساده 7 مرحله تکامل راه عرفان گفته شد. تأثیر عرفان در
ادبیات داستانی را در زیباترین وجه در اشعار منطق الطیر عطار میتوانیم پیدا کنیم. ادبیات داستانی وامدار داستان اسطوره هاست. به تصور عطار در دنیایی سرشار از زیبایی و طبیعت، تمام پرندگان رنگارنگ عالم در جهانی بی‌مثال جمع شده اند و به دنبال حقیقت و عشق می‌گردند و جویای قافله سالاری هستند که آنها را به سرمنزل مقصود برساند. قافله سالار این جمع هدهد است که پیک صباست و راهدان است و آنها را به سوی قاف افسانه‌ای و به سوی سیمرغ جان که سرمنزل عشق است که در پیش گفته شد میرساند. در این داستان‌ها و داستان در داستان در داستان مانند پوسته های پیاز از هم باز می شود و به مغز معنا می رسد. در گفتارهای بعد از شیخ صنعان در منطق الطیر عطار یاد خواهیم کرد که داستان معروفی است که شاید همه از آن چیزهای بدانند و مراحل هفتگانه رسیدن به سرمنزل مقصود عرفان از آن بهره خواهد برد. ذره ای عشق از کمین در جست شست، برد ما را بر سر لوح نخست. عشق از این بسیار کرده است و کند، خرقه باز و نار کرده است و کند. تخته کعبه است ابجد خوان عشق، تخته کعبه است ابجد خوان عشق. سرشناس غیب سرگردان عشق.